سلام، خوش اومدی به این ویدیو همراه با من. امروز میخوام آنباکس لوازم تحریرهای امسالم رو بهتون نشون بدم. من امسال زیاد وسیله نخریدم چون خیلی وسیله داشتم، ولی خب چند تا چیز جزئی و که نیاز داشتم خریدم. من پارسال کلاسور استفاده کردم ولی امسال میخوام دفتر استفاده کنم. شاید هم کلاسور استفاده کردم ولی چند تا دفتر همینطوری گرفتم. این 50 برگه. من زیاد از این 2 تا دفترم خوشم نمیاد. این هم 50 برگه. کنم 3 تا دفتر بیشتر نخریدم که حالا نمیدونم برای چی استفاده میکنم. و این یکی 100 برگه و اینو خیلی دوستش دارم. این در BTS و کیفیت چاپش خیلی خوب بود و وسطش هم از وسط نصف کردم با این کاغذ آبیه و جلدش هم از این پرس شده هاست، فکر میکنم بهشون میگن ضد آب میگن، نمیدونم. بعدی از این استیکرها، این هم برچسب‌ها که من از این استفاده نمی کنم، فقط برای آنلاین شاپم، چون آنلاین شاپم ملودی شاپه و اینم برچسب ملودیه و برای بسته‌بندی و اینا ازش استفاده میکنم. لینک آنلاین شاپم توی فضاهای مجازی براتون توی کپشن میذارم. اینم یه ورقشه، اینم ورق دومشه، اینم ورق سومشه. من بیشتر از ملودیاش استفاده میکنم ولی برچسبای ریزش هم گاهی وقتا برای تزیین استفاده میکنم. وسیله بعدی از این خودکارای رنگیه، یعنی 6 رنگه. مارک سیکلاس نیست، حتی تست بود هم نیست، ولی مثل سیکلاس میمونن. نمیدونم چه مارکی هم، ولی روانی و شکلش و اینا همچیزش مثل سیکلاس میمونه و واقعا هم روان خوب بود. من خیلی ازشون راضی بودم. تا هنوز زیاد استفاده نکردم. این سبزشه، نمیدونم واقعا چرا نشون دادم. و سرش هم که باریک روان نویسه. این مشکیشه، این صورتیشه، این آبیشه و اینم قرمزشه، یکی هم بنفششه. همین 6 تا. براتون تستش هم میکنم که ببینید. اینم تست رنگاشه. بعدی از این بسته هایلایترهای پاستیلیه که من هایلایتر زیاد داشتم ولی هیچ کدوم پاستیلی نبودن. دیگه امسال میخواستم پاستیلی بگیرم. اینا خیلی نرم و خوش دسته. این آبیشه و من واقعا اینا رو خیلی دوست دارم. این سبزشه، این صورتیشه و این به جای زردشه یه حالت توسی طوره و اینم نارنجی و اینم بنفششه. من واقعا اینا رو خیلی دوست دارم. یکی از وسایلی که خیلی 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 دوستش دارم اینه. و اینم تستشه که رنگاشون خیلی قشنگن. من از رنگایی که یواش دارم خوشم میاد. از این برچسبای اسم که من همیشه از این کوچیکا میگیرم که روی خودکارا اینام بزنم چون نمیخوام گم بشن، چون خیلی گم میکنم توی مدرسه وسایلمو. اینم از این استیک نوت های درازی میگن، باریکا. اینا رو من برای کتاب خوندنم استفاده میکنم، نه برای مدرسه، برای رمانایی که میخونم. اینم یه باکونه که خیلی نانایسه و من زیاد از چیزای گوگلی خوشم نمیاد، روحیاتم نمیخوره، ولی فروشنده گفت که خیلی باکون خوبیه، من دیگه خریدم. این دوتا هم تقریبا 1 هفته پیش گرفتم. اینا برای کتاب خوندنم. من از این آبیه خیلی استفاده کردم و مارک روی درش رفت، نمیدونم چرا. اینم تستشه. اینا رو با بقیه وسایلم نخریدم، اینا رو 1 هفته پیش گرفتم. اینم 2 تا ماژیکن، ماژیک بایک بود. و از این استیک نوت های شفاف که خیلی مود شده بود و اینی که من میخواستم اینجوری نبود، اینایی که من میخواستم شفافتر بود و خب رنگایی که داشت خیلی زشت بود و این زرده از همه‌شو قشنگتر بود. وسیله بعدی 2 تا از این راپیت میگن، نمیدونم، ماژیک. از این مداد خودکاری که یه ورش روان نویسه یه ورش ماژیکه، توسی و یه حالت لجنی طور، سبز لجنی که نمیدونم ماژیک، ولی مارکش پیکاسوه. اینم تست رنگشه.
و وسیله بعدی این دفترچه سرکلیدی خیلی نازه که این خیلی دوستش دارم و خیلی گوگلیه و قطعا قرار نیست چیزی توش بنویسم، ولی خیلی نازه و یه دونه کش هم روش داره که اینجوری بندازیم. وسیله بعدی دوباره از این استیکنوت های فلشیه. اینا هم برای کتابام و اینا هم با اون 2 ماژیکا یک هفته پیش خریدم و واسه همین پلاستیکش رو گم کردم. و آخرین چیز کتابه. مگه میشه برام توی لوازم تحریری و کتاب نخرم؟ کتاب سم هستم بفرمایید. یه رمان عاشقانه است که خودم هنوز زیاد اطلاع دربارش ندارم و این از نشر مجازیه. نشر مجازی یکی از بهترین نشرهاییه که میشناسم و وجود داره. و آره اینم میذاریم پیش بقیه کتابا و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. خدا نگهدار.